صبح 14 میون سال 2022 در جریان تیرپرانی بین مرزبانهای تاجیک و قرغیز در مرز اسفره با بودکند باز یک مرزبان تاجیک کشته شد. رادیو آزادی با تکیه به منابعش خبر داد که در تیرپرانی در مرز با جماعت واروخ یک سرباز 26 ساله از نویه جیهون ولایت ختلون کشته شده است. از اول سال جاری در درگیری ها در مرز تاجیکستان با قرغیزستان 5 نفر کشته شده و بیش از 30 نفر زخمی شدند. همه کشته شده ها 3 ساکن و 2 مرزبان از جانب تاجیکستانند. قشونهای مرزبانی تاجیکستان و مقامات شهر اسفره تا حال تیرپرانی اخیر را در مرز رسما شرح ندادند، ولی خدمات مرزبانی قرغیزستان درباره دو تیرپرانی خبر داد که یکی تقریبا در بین ساعت‌های 6:50 دقیقه تا 7:00 دقیقه و دومی بین ساعت 7:50 دقیقه تا ساعت 8:10 دقیقه در موضع بلوغباشی نویه بودکند روی داده است. این موضع را در واروخ پول آفتابروی نام میبرند و قلمرو تاجیکستان میشمارند. بنا به فرضیه خدمات مرزبانی قرغیزستان تقریبا ساعت 6:50 دقیقه در بلوغباشی از جانب پاسگاه مرزی تاجیکستان کیخ به سوی پاسگاه قرغیزی بلوغباشی تیراندازی کردند و جانب قرغیزستان نیز جوابا به طرف پاسگاه تاجیکو تیر کشیده است. مرزبانهای دو کشور موقعهای جنگی گرفتند. نمایندگان مرزبانی دو کشور در ولایت بودکند و سوخت مذاکرات تلفنی دایر کردند. به جای حادثه سرداران واحدهای مرزبانی دو جانب سفربر شدند، ولی ساعت 7:50 دقیقه جانب تاجیکستان از نو با استفاده از گرانتمیادها و مینامیادها به تیرپرانی سر کرد. ساعت 8:10 دقیقه تیرپرانی قطع شد. آمده است در اطلاعیه خدمات مرزبانی قرغیزستان یادآور میشویم روز 3 میون سال جاری در همین موضع پول آفتابرویه بین مرزبانهای تاجیک و قرغیز الکی تیرپرانی شده بود. آن وقت جانب قرغیزستان از تیر خوردن دو مرزبانش خبر داد. از تاجیکستان هم درباره جراحت برداشتن یک مرزبان خبر رسیده بود. در پی آن تیرپرانی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان جانب قرغیزستان را به عملهای اغوا انگیزانه عیبدار کرد. با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 983 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرغیزستان تا کنون حدود 330 کیلومترش تعیین و علامت گذاری نشده است. در این قطعه بحثی که اساساً در مرز تاجیکستان و قرغیزستان جایگیر شدند، هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین و چراگاه و راه مناقشه ها رخ می‌دهند. در پایان ماه اپریل سال 2021 در خونین‌ترین مناقشه در مرز تاجیکستان و قرغیزستان 55 نفر کشته و 240 کس دیگر زخمی شدند. از اول سال 2022 در چند درگیری در مرز این دو کشور که اساساً در مرز اسفره با بودکند رخ دادند 5 نفر از جنوب تاجیکستان کشته شده، بیش از 30 تن دیگر از هر دو طرف جراحت برداشتند.